Мазза шоу бо Ахлиддин. Крутоби. Это называется современный крутоб. Крутовхонаи олим. Агар ягон повар мавртон қаркад, пожалуйста, ина хидм дар ҳамин ҷа тайёрам. که میخائیل شاگرد نمیجانی صیدلی هم уруси киши кам дард мешавад. Мазза шоу бо Ахлиддин. سلام دوستان، منظور شماست برنامه مزه شو با اهلیدین و مهمان نوبتی برنامه ماست میخائیل لمناسف. میخائیل جان خوش آمدی به برنامه ما. سلامت باشی باردار. امروز برای ما، برای مخلصانت، برای همه آنهایی که امروز برنامه ما رو تماشا میکنن چی آماده میکنین؟ аввало ман саломи худро ба кулли мухлисони шумо ва мухлисони худам мерасонам. моҳи шарифи бузурги рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад, мухлисони азиз, бародарони азиз ва асобина падару модарони азиз. ман ба хотири як мухлисон ман қурутови очагӣ барои шумо тайёр мекунам. ин як қурутова бисёртар ака дар зимистон мехӯранем, мо дар тобистон тайёр кардесем. беҳад чизи нағз мешавад, чизи беҳтарин мешавад, иншоалло худо хоҳад. ва мо ҳамин дастрасҳое ки шумо ҳамин ҷо ҳамаш ҳастанд, иншоалло худо хоҳад, мо аз дасти мо чизе ки ояд пора карда, майда карда, кап зада, крута бо усша медонӣ ку чӣ хелай ҳамин хел карда крутовро тайёр мекунем. лекин бо як ҷиҳат, бо як сабаб мо ба даставо наметавонем. лекин мо як чизи дига овардагием, бранжилети руководительни анаира мо овардем ки дар дастомо кашем чизоро тайёр кунем. و مخلصان عزیز ما گفتیم که یک بچه روز آمده برنامه ما قروتای تاجیکی را پیشنهاد ما میکنه. من میترسم که قروتای چخلی میشته باشه. قروتای ارسی تاجیکی میشه؟ خیلی حقا همین اروسی کشی چکم درد میشه، تاجیکی کشی چکم درد نمیشه. میخائیل باز ما از چی آغاز میکنیم تا وقتی که آب جوشیده تیار شده انشاء ما باید با چیکار کنیم؟ آز ما باید اساساً وای پامیدور، بودرینگا майда кунем, қади зелим. خیلی بیا شروع کنیم. بیا، حالش گپ نیست. تا وقتی که چی کدام میگیم من سوالام شروع میکنم. میخائیل جان، برای چی مخصوص ساحه فرهنگ را انتخاب کردی، سرود سرایی را انتخاب کردی؟ راستی گپش را بگم از خوردی ذوق داشتم برادر عزیز، برای همین قدر ساحه فرهنگ را انتخاب کردم. خیلی آدمیزاد در همه آدمیزاد چند نمود کسب است. یک از با ساحه فرهنگ، یک از با ساحه تجارت میشود. یک از گپ با کارکنی مثال بانک، هر آدم هر خیل است. برای این سوال برای چی من میخائیل جان برای خود دوستم که رویه همین چیزی که فرهنگی که سرود سرایی که خود میخونی خلقی است. خود بچه روسی خلق سرایی را حتی همه صاحب زبانا بگم تاجیکا خودشان بسیارش ایهودش نمیبراین. یک کشش آواز داره، مثال میگم یک بلند و پایان چی داره که همین را چه خیلی برای چه قین نشید آسان شده که برای که همین مخصوص ساحه قین قبول کردی. چه خیلی که هست این سخن شما 100% درست است که خیلی خودم همه وقت پیشکی انتخاب کردم که کدامش بر من آسان است. مثال در نظر آدم ها قین میتواند، نه که در نظر خودم آسان میتواند. با زبان تاجیکی سرود خلقی را خواندم. بله. بهترین. بله. نوبتی آزی پامیدور را میده کردیم اکرد جون. نوبتی بودرینگ. میخائیل جان سرودی که خودم بگم در چشم بیننده و گوش شنونده نامدار کرد، این سرودی بود که با بابای فایز خوانده بود، اوچتا بگم. همون سرود اگه بگم که ویزیت نکردش کشید که میخائیل همه شناخته دید، نامدارت کرد. این فکر من است. انا با فکر خود کدام سرود دیگه نامدار کرد؟ اوچتا بگو. همون سروده. بله. قطعی استاد بابای فایز خوانده، خدا روحش رو شاد کند. بهترین انسان، بهترین شخصیت که من تا حالا ندیدم همین خیل انسان را به نهایت چی گویم با همین قمیص‌ها سن سالش رفتگی نمازهایش را ترک نمیکرد و هیچ وقت دید یگان بنده مؤمن مسلمان خداداد را نمیرنجاند. و یک روز رفته بودیم در راه، استاد بابای فایز گفت که بچه جان
مرا در همه جا خام بونیندو من با مشروبکای 103 میروم خونه و من گفتم استاد اون مشروبکا پری چیه اوخی چی میگن پری آدم با آدماش رستکی سوده گن اون مشروبکا داد چی میره نمیگه تخت زحمت میگه من میفرام میگه در هم مشروبکا میرم من تو همین درجه را حس کردم که مثلا این قدر استاد خدا رحمتی استاد ما این قدر نو به نومشون بود و این سخن‌ها را هم میگفت مثال انسانی خاکساری زمین باشد روان. بله میخائیل جان پمیدور تیار کردی بادرینگ تیار کردی نوبت چیه نوبتی گوشت در خروتا رسی گوشت میدازیم بله مرحمت خیلی گوشت میدازیم بعد это называется современский крутоп современский гап нест میبینم چه خیلی خیر رفتیم گوشت بگی بخشی شما уже با همین پرچاتکی همه را تیار کردیم یک چیز دیگر ما همین پرچاتکی را علیش میکنم با دیگر پرچاتکی استفاده میبرم که مثال با برای قروتو با دست با بیزه میشه مثال خیلی گوشت مثال کردم اجازه هست مالش مرحمت زنده باشن با پرچاتکی نوا کشیده جوش اومده جوشی بده حس خنک میشه اینجا اول یک کمتر چقه کنیم چی مونه جان میخائیل جان در اینترنت ما در چند جا دیدم که میگن که میخائیل شاگرد نعیمجانی سیدعلی است چند قدر حقیقت داره میگن وای اکه ما единственный شاگرد استاد بابای فایز هستم خیلی مردم هر چی گفتن میگن وای شاگرد چه وای دودر چه وای اکه چه وای دودر چه وای برادر چه نعیمجانی سیدعلی برادری ما است انسانی بهترین است انسانی نغز است دستبانان است من این خیلی انسان‌ها را بسیار دوست می‌دارم که دستبانان هستند بسیارتر وای میکنن نعیمجانی سیدعلی نعیمجانی سیدعلی استاد شما نیست نه تنها دوست جورا و رفیق اکاودو دارین تمام بله فهمیدم انا ما چیستا چکگی نمیکنیم و قروتی میکنیم اگه الجا قروتا رو از شهر خوجند آورده است ما وقتی که در شهر خوجند برنامه رستم عظیمی را ثبت کرده بودیم همجا اومدن در شهرستان قروت خریدیم ما مقصد پیشکی وقتی که ما گفتیم که در برنامه‌های آینده ما میخائیل فریاد میکنیم بعد من باورم که میخائیل جان من در فکر بودم گفتیم که حاضر میخائیل فریاد میکنیم و چی میکنه باشه را بارش میکنه رسالنگ میکنه که اگه چی میکنه بعد وقتی که در تلفن گپ زدیم گفتیم من قروت ها تیار میکنم باور که تا حاضر من در چی بودم باور نداشتم که یکی بچه یارس میخواد ما قروت ها میکنه ما روسانی باشم که الحمدلله مسلمان موخی حالا خریستان نیستی مسلمانی نه الحمدلله مسلمانم من زاده تاجیکستانم من نه خطلانم نه بدخشانم هر کس که پرزنجیرم از تاجیکستانم انا سوالی که از ما باید پیشکی میدادیم شه همون سوال ما رو جواب شد گفتن باره که در بسیار جا میگن میخائیل ای کلوبای بله اصلی وطن کلوب است با میگن میخائیل ای قرغنه بعد میگن با میخائیل با قرغنه با لمناس شه همین فامیلی که داری لمناس نیست لمناس جای زاده من هست من زندگی میکنم با همراهی پدر و مادرم زاده اونجا هستم فامیلیت لمناس نیست کو لمناس ایوانوف پتروف سیدرف نه خیلی با شکل لمناس باشه باور کردیم ان شاء الله خدا خواه انا کف قروتاوکنی رو میخائیل جان از کی یاد گرفتی قروتاوکنی رو من از مردم یاد میگیرم بسیارتر مرکه ها میرم یگان جا تماشا میروم و بسیارتر یکون پیشی چی میروم چی میگن پیش پاور میگم اینا چی خیلی میکنین اورا چی خیلی میکنین با یک مرد چیل هنر کم است فهمیدی ای بغرض هنری که سرایندگی داری اینا قروتاوکنی داری با چی هنر داری اگه خیلی برای یک مرد چیل هنر کم ده خیلی آهنگسازی سرودخوانی مثال میگیریم شعر نویسی یا همش یک کسب اینا قروتاوکنی خیلی یک کسب دیگه با چی کسب داری با هنر من دیگه یگان کسب دیگه ندارم 38 تا دیگه چه کجا کردیم 38 تا دیگه شان نصیب باشه ولی عمرم درو خدا عمر ما دراز کنه مایده یاد میگیرم چیل گلد نو دگلد شکفته تمام سلامت باشین برادر عزیز میخائیل جان یک سوال دارم با گپ زنید بسیار شما خیلی سراینده بسیار در توی معرکه یاد بگی که جان قروتوانم خیلی خیلی اینا می قروتانم خیلی میگاوجان که هم بامزگیش دارم میای قروتاو
خروتابی بسیاری توی معرکه ها میریم مثلا ما وقتی که فرصت کاریمون میشه فقط در کار میریم در یک کچیناری در دیداری در جای دیگه در کجا دیگه یگام برشیده که توی رفته بشه کیدت داده بشه توی در جوش میشه که میگه پول ما نمیرسه مثال ایخه و خیل بعد قچون کمتر گپ میزنم بعد همین آخرش میگم گپ زنم میگه توی سوز نگذارم این گپ در همین که بزیب خدا بونه میدوزه که پول نمیتر قشنگ میگه بدتر پگر روی میکنیم بعد همین اسم میشه میگه که توی سوز نگذارم یکم دوستایی که ما را تماشا میکنن یکم سراینده که روی راست میگه که تویدار میگه که بزیب گذراندی توی راست انا یکم سرود نو در پیش انتظاره انشالله خدا خواهد یک سرودی نو برآوردم برای دوستان یک چور میسرش میخونم معنیش ای دوستم زرعی بر هیچ کس باور مکن دوستانت گیردی رویت چون مگس باور مکن رازی دل هرگز مگو رازی دل هرگز مگو بر هیچ کس غیر از خدا بر خدا باور کنه بر خور خس باور مکن انا هیچ که دمی توق ما جناب کورتا را گذاشتیم انا میره انتخاب میکنیم اگر با عقل فراست اخما کنیم یا دوستان کی نه دوستش اینه خیلی اینه دوستش اینه خیلی نه دوستش مایده حکای عقل ایش کلونه عقل ایش کلون است مایده است خورد است برای همین قدر در چارچوبای همین توق ما همین دوستا را میمونیم نمیخوای کاغ زده در چرخ گردان توق بله کدامش که خوبه با همونش خوب رفتار میکنیم کدامش که گندن باید ما خوب رفتار کنیم یکی در وزیر زمانه هم گندنی باشه خوب رفتار کنی اکل جان وای در نظرش نمیتونه گنده خوب ده خوب همه طرفه یک فیلسوف گفتگیه که آدما گنده نیستن ما خودمون گنده ایم اگر که ما خودمون خوب باشیم هم قطعی ما خوبه نه پنج پنجه یک نیست همین آدمی که مثال ای خودش اویرین داشت و کم کم حدیث خوانند مرا پدرم یک سخن گفت که بچم اگر که خواهی که خودت را شناسی حدیث بسیارتر خوان و من بسیارتر حدیث خواندم و اگر از رویه شمی اسلام که بیرون کار کنم من خودم رو گناهگار حس میکنم از عقلی خودم از رسوی خودم از فعلی خودم از کرداری خودم فهمید کجا انا در کوخ سروش فکرم آخران بار یک کلیپ ثبت کلیپ بود یا کنسرت بود نمیدونم در سرود مادر سه چهار نامرد زایده بعد مردانی بزرگ زایده همین سرود قلم کیه این سرودی شعر استاد انیس یعقوبیان است یک سرود دیگر برای من که مردم بعدی مردن سوختن اف مکن و یک سرود دیگر گفتم که برای مادر برارم برای مادر هم من بسیار سرودان را میخوام که هم برای مادر باشد هم برای اسلام باشد هم برای نمونوی طرز رفتاری فرزندان بسیارتر اگه با سرود مادر برآوردگیان مثال مادر فرزندی تو این خیر شد فرزندی تو یتیم شد بی برادر شد لیکن من همین بطن مادر بودن رو با فرزند نفس کشیدن رو مثال چگونه مادر فرزندان تولد کرد مثال همین خیلی رو خواندم یک چهار مصرعش رو برای مخلصان میسرایم مرحمت مادر به جهان اگر دسی بد زادی نیکانی زیاد بزرگی بی حد زادی جایگاهی تو در بیشتی مادر تعیین ابراهیم و یعقوب و محمد صلی الله علیه و سلام زادی بسیارتر اگه من این سرود را برآوردم گفتن که در این سرود نامی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلام است یک چند نفر همین خیلی گپای نالازم زدن و من گفتم چی با مثال دیگر صنعتکارای دیگر دولت مثال استاد گویم سمی یوسف مثال اسلامی میخواند در آن شک ندارند مردمی خودمان لیکن مثال من یک سرود را مثال برآوردم مثال همین گپ را گفتم در همه جا یگان گل بخار نمیشود بله برای که در وصف مادر ای همون دور دنیا بینو
شعر و سرود میخونم و همین خاطر یعنی تا چند دیگه ما قروت کف زدیم همین قدر آبی ما چی شد خیلی نه کم نشید خیلی غوص خیلی چی میگن خیلی چی اگر از ما چکه میگرفتیم میکردیم با چکت چی میشید وای میشید образ بود نه خدمت چون نکسته خیلی میرسید انا تکیه با کدام بگم که چی داری استاد داری به خاطر که رمی سرود خلقی که حتی خلقی هم که باشه میخونی یک رویه دیگر دارد یک خاصی خچه دارد همین ایک جای رویت خاصی من بسیارتر اول با استاد ظفر ایوبی مثال تقلید میکردم و ایستادم گفتم که باز من کوشش کنم که آواز خودم رو بین مردم پیشکش کنم همین گوجای دمیرم بعد میگن که اکای با خفه نشم مثال مطرب به همین چی میشناسیم نه گفتم گپ نیست چه خیلی که همین شما که ما را حرمت میکنین و حرمت آمدگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلام گفتگی که کدامی که همین مثال من چه که مهر دارم مثال حرمت عزت دارم همین را انتخاب که تانی در ما همقدر مهر حرمت عزت داری همین خواستن اون است خورتاو مزه داره رنگ پای زینورا پلو خورتاو از مسکو آمد و پیشی میخائیل آمد پای زینورا بسیار دختری خوب است انسانی بهترین است من حرمت میکنم پای زینورا را مثال ما گرفتم چیز ایخی گرداندمش خورتاو خانه اینا مثال میگیم خورتاو خانه علیم اگر یگان پاور مورتون قرکم پجلس این خدم در همینجا تیارم رکلام برای قرطاخانه علی مورد قرطاخانه علی سرپرستی برنامه ماست مرکزی سودای سیاریان صفت اعلی نرخ‌های دسترس اگر ما چکای چی میدوختیم چی میگن این چکه بگیم چکای مثال مغازینی میدوختیم این قدر آوی ما چی نمیشه شیرادور نمیشه برای همین قدر ما قرطاو ما این نزاکت کردم انا وقتانی براو نیکی قرطاو ما با مزبیه نوبتی فطیر رو گرفتیم رحمت کلان اکل اینجا که به من کم کم یاردم کردید میخائیل جان خودت که دوست عزیزم یه مهمونی که من یاردم کردید من بسیار یاردم نمیکنم انا خاک بر نماز شما هم شده سر میدونم انا فطیر کلان روزه میکنم مایداری زن چیکار میکنی وای کلمه با فطیر شما این فطیر قد نام داره برای همون نازکتر ادب چند دیگه رحمت اکل جان برای احترام برای قرطاو پیاز بسه بچه نکی بیچاره میخائیل جان پیاز بسه پیاز بسه خب نوبتی پیاز شد فطیر داخته مکه جان نوبتی پیاز به دست با حضور دختران گفتم بعد این روغن گوشت باز گوشت رو تیار کنن خوب می شود بسیارتر زمین بعد نمیگوزیم با کمتر دیگه گوشتا رو آب جوشامگی در اول داختیم که کمتر ملایم شوند با خوبتر میشه عینی خوردن در
کدامیره که میفورش مرحمت اند بالا گوشت بگیرم برای که من گوشت تقسیم نمیکنم زیلم بود رینگا پامیدورا تقسیم میکنم مثال که و مثال چه ای گوشت کمتر ای بالا میگیریم خب انا این قلمفروی که هسته کدامی که خواه دیل خواه مثال چی دارند دکوراسیونی کنیمش با خیلی خوشتر میاد راست دیگه شب گفت پاوران نیست اونه که همه چی خدمت استفاده کم کم میبرم خب گلی ریحانم اینک دوستان عزیز قروتاوی آماده کرده میخائیل آماده شد به خدا میخائیل چی دروغ بگم اول به چشم نه همین خیلی موجه بوش داده سه کیف کرده راحت کیسان استراحت کردیسان من میچشم بسم الله الرحمن الرحیم اساسا چه ای بدست بچه‌شی خوبه خیلی بدست طبق زبی دست داره من ایام تا گفتی که ای تحقیرای اینترنت میترسونده با میگن انا که دستک لاوا کردم نه بسم الله الرحمن الرحیم گپی مردم اهمیت نداره اگر گپ مردم اگر اهمیتی برین دکن جیخونه بشینید گیره کردم بسم الله الرحمن خوشرو ای تاش بزای خیلی چکاش بتو با می کلا بخیر به خدمتی بگیرم راضی به اچو شب بریم آخی جان به خدا بهترینه انیق همین قشقایت کرد که روغن پخ نگو خیلی نگو زوره مردک بول زوره کن دستم بیو انا خیلی با مزه خر میگن نه رحمت به همه آدمی که همه قروتا و کدایت دیدی بود امروز در پیش ما آمادهش کردیم زنده باشم دوستان عزیز تا برنامه‌های آینده با ان شاءالله که بارو میزنیم سلامت باشید میخائیل جان خوش آمدید بار دیگه رحمت سلامت باشید سرپرست برنامه ماست مرکزی سودای سیاریان صفت اعلی نرخ‌های دسترس مزه شو با اهلیدین